عرض کنم که ببینید در کرمان قدیم آلیاژی تولید می شده. این آلیاژ اسمش بوده جوم کرمان، یعنی اسم این آلیاژ جوم کرمان بوده. فقط در کرمان ساخته می شده. این آلیاژ بیش از 150-60 سال از بین رفته. ترکیب این آلیاژ از چند تا فلز بوده. فلزات اصلیش از مس و قله و در کنار این فلزات دیگه هم استفاده می شده. این یک نکته مهمش. نکته دوم اینه که علاوه بر این که این فلزات رو سخت بوده با هم ترکیب کنن به دلیل نقطه ذوب متفاوتی که با هم دارن، دوباره تبدیل اون ماده خام به ظرف خیلی سخت‌تر بوده و در نتیجه دیگه این هنر از بین رفت. دلیل اصلی از بین رفتنش حمله آقا محمد خان قاجار به کرمان بوده. وقتی اون که حمله میکنه خیلی از هنرمندا، صنعتگرا و خیلی از مردم رو میکشه، کور میکنه، دستاشون میشکنه، مسگرا، قالیبافا، شالبافا و کسا دیگه، از جمله جومسازا تعداد کمی بودن. مثلا اگر 800 تا 500 تا مسگر داشتیم شاید 20 تا جومساز بوده. اگر 10,000 نفر پته دوز و قالیباف داشتیم 20 نفر جومساز بوده، چون خودش اصلا سخت بوده این آلیاژ ساختنش. نکته بعد این که این آلیاژ شکننده ایه. وقتی که زمین به احتمال زیاد احتمال شکستنش هست. نکته بعد اینه که این آلیاژ به دلیل ماهیت خاصی که در ساختنش و اون ترکیب فلزات و چکشکاری خاصی که می شده، یک حالتی به این دست میاد که نوشیدنی رو خنک میکرد. باده نوشی وقتی میخواستن باده رو بریزن توی میذاشتن تو سایه تو هوای کرمان، نسیم که میخورد خنک میشد، بخور زمین میشکنه. مراقب باشه. وقتی که نوشیدنی رو در این میریختن تو هوای کرمان میذاشتن در یک گوشه و نسیم که میخورد تو اوج گرمان چند درجه خنک میشد، به دلیل ماهیت اون فلزاتی که داخلش بوده و نحوه ساختش که صنعتگرا انجام میدادن. یکی از آلمانی‌ها، یه توریست آلمانی در میانه دوره قاجار توی کتابی توضیح داده که در کرمان دو عنصر عجیب تولید شده. یکی سفالی که نمیشکند و ظرف فلزی که میشکند. ظرف فلزیش این بوده، اون نشونه‌ای که میده این بوده، ظرف فلزی میخورد زمین میشکند. سفالش هم احتمالاً این کاسه‌های چپق، شاید بخشی از این کاسه‌های چپق و بعضیا توی حرارت خاصی با یه املاح معدنی خاصی میساختن که دیرتر میشکست، یعنی به سادگی نمیشکست. احتمالاً حرارت بالا، اون مواد اولیه‌اش خیلی خاص بوده. در صورت این هنر بعد از حمله آقا محمد خان قاجار به کرمان آسیب زیادی دید. تکتوک روستایی که بودن تا اواخر دوره، تا میانه دوره قاجار زنده بودن و تموم شد. ما تحقیقاتی که تو 20 سال 25 سال گذشته اینا کردیم همینایی است که براتون گفتم. البته خب جزئیات موادش تا یه حدی مشخص شده، آنالیز کردیم در آوردیم، اما نحوه ساخت از بین رفته. ما در حال ثبت ملی این هستیم. شکننده است، همینجور که گفتم. میگه بیفته تا این احتمال زیاد شکستنش